الرحمن الرحیم. شب بزرگیه، نمیخوام زیاد تصدیق اوقات بشم. افتخار بود برای من بعد از اینی که شیعه شده بودم برای اولین بار وارد یک مرکز فرهنگی شدم. گفتم آقا، من یادم تو بلوچستان بودم، گفتم آقا میخوام CD مداحی بگیرم. ترسید، منی که با اون شکل شمایل وهابی. گفت که میخوای مسخره کنی این CD های مداحی رو بگیری مسخره کنی؟ گفتم نه. گفت پس چی میخوای؟ گفتم من شیعه‌ام. گفت دست بده. واقعا شیعه؟ گفتم بله. بعد که دست دادم سوگند خوردم شیعه‌ام، حاضر شد بهم CD رو بده. جالب، اولین مداحی که تو عمرم گوش کردم مال سید بزرگوار بود. من تو خانواده بزرگ شدم که وهابی بودن، تنفر خیلی شدیدی رو از شیعه داشتن، تو خانواده‌ای که کشتن شیعه رو واجب میدونستن، مال و ناموسش رو هم مباح میدونستن، تو خانواده‌ای که به جرئت میگم اگه شیعه نمیشدم کارم به جایی رسیده بود که شیعه میکشتم تا تو سفره آقا رسول الله حضور پیدا کنم. خیلی خلاصه بهتون میگم، خیلی خلاصه. من یه سفری رو تو کرمان داشتم، قرار بود برم مدینه ولی نشد، اومدم دانشگاه ایران، قبول شدم. تو سفری تو یکی از ادارات کرمان در حین رد شدن دیدم یک بچه شیعه روایت‌هایی رو به نقل از کتب وهابیت آوردن. من اسم کتب وهابیت رو دیدم جا خوردم که آقا تو مملکت شیعی چه روایت‌هایی رو از کتب وهابیت آوردن. شروع کردم به خوندن به نقل از آقا رسول الله از کتاب‌های ما. من مات لم یعرف امام زمانهی فقط مات میتة الجاهلیه. هر کس بمیرد امام زمانش را نشناخته باشد مرگ او مرگ با جهالت است. سوال از من وهابی، امام زمانت کیه؟ نداریم. مصر شدم روایت های بعدی رو بخونم. حدیث معروف ثقلین. ما حدیث معروف ثقلین رو یه جور دیگه تعریف شده شنیده بودیم. اونا به ما میگفتن آقا رسول الله گفته 2 یادگار براتون میذارم، یکی کتاب خدا، یکی سنتم رو. وقتی من اومدم تو مملکت شیعی دیدم به نقل از کتب ما آوردن که آقا رسول الله گفته 2 یادگاری که من میذارم کتاب الله، اطرتی اهل بیتی هستن، که هر کس به کتاب خدا و اطرت و اهل بیتش متمسک بشه لن تضلوا ابدا میشه، یعنی هیچ وقت گمراه نمیشه. گفتم خب بنا به عقیده ما وهابی ها اگر این روایت تو کتب ما وجود داشته باشه، اهل بیت همه مردن رفتن، هر کی هم مرد دستش از دنیا کوتاست، نه شفاعت نه توسل و ما قبول نداریم. ولی ادامه همین روایت داره که میگه این 2 لن یفترقا حتی یرد الی حوضن، که متفرق نمیشن تا بر حوض کوثر بر رسول الله وارد شن. من رفتم منابع اهل وهابیت و سلفیت رو دیدم، روایت ها تو کتب وجود داره، ولی نمیشه به این سادگی بگم وهابیت رو گذاشتم کنار، از این به بعد من شیعه‌ام. من یادم وقتی دست میبستم به روش وهابیگری نماز بخونم انگار ارتباط من با خدا قطع شده بود، به یه امید که دیگه سر نمازم این ارتباط قطع شده رو دوباره به دست بیارم و بگم من وهابی برحقم. به خودم جرأت دادم کتاب‌های شیعه رو بخونم، چون به ما میگفتن کتاب‌های شیعه چون توسط یه مشرک نوشته شده و مملو از شرکیات، اگه بخونید شما هم دچار شرک شدید. شروع کردم به مناظره با گروه‌های شیعی، شروع کردم کتاب‌های علامه امینی رحمت الله علیه القدیر رو خوندن، شب‌های پیشاوه رو خوندن، کتاب‌های دکتر تیجانی. دیدم بابا اهل بیت یه چیز دیگه است، ما یه سمت دیگه ایم، اسلام یه سمت دیگه است. با خوندن این کتابا عشقی به اهل بیت تو دل من ایجاد میشد، از طرفی کفه ترازو تنفری نسبت به بقیه. میگفتم آقا چیکار کنم من بعد این کتابا رو خوندم که میدونستم آقا شیعه حقانیته، ولی آیا میتونستم بگم آقا از این به بعد من شیعه‌ام؟ نه. ارق مثل ابصاری تنابی دور گردن من اجازه نمیداد من بگم آقا از این به بعد من شیعه‌ام. چیزی که به عنوان نعمت دست شما همسن و سالای شیعه من ممکنه قدرشو ندونید، دعاهای پرفیضی که از ائمه‌تون دارید. خدا شاهد اولین باری که دعای پرفیض کمیل رو من دیدم گفتم عجب مضامین قشنگی از آقا امیرالمومنین، که تو اون مضامین راز و نیایش این آدم موحد و عارف با خدای خودش، هیچ دلیل و حجتی بر حقانیت امامت تو شیعه توش وجود نداره. ولی چرا غیر از شیعه هیچ فرقه اسلامی از این دعاها بهره نبردن؟ این جز توفیقی برای شما شیعیان نیست؟ خدا شاید میگفتم یکی از این بزرگای قبلی ما پیدا بشه، نه یه دعایی به این
بزرگی یه سطری به این پرمحتوایی پیدا کنن. این دعاها مخصوصا دعاهای صحیفه سجادی خیلی توفیق کرد تا من مسیرم انتخاب کنم. شیعه شدم رفتم خونه، تازه فهمیدم داستان شروع شده. چرا؟ چون پدر و مادرم عزیزای دلم همه کس و کار من شامل حال مرگ با جهالت میشن طبق فرمایش آقا رسول الله. میگفتم آقا چجوری من میتونم عشق به فاطمه زهرا سلام الله علیها که اونو مانند ظرف عسلی بی انتها میدونم از اون بخورم تنهایی و به پدر و مادرم ندم، به عزیزای دلم ندم؟ من نمیتونستم به امامی اقتدا کنم که میدونستم این امام محب قاتل همسر امیرالمومنین منه. نمیتونستم تو جمعی شرکت کنم که میدونستم این جمع نه تنها محب اهل بیت نیستن، تازه عناد اهل بیتو دارن. اینا شک میکردن کسی که کلیدار مسجد، مؤذن مسجد، نمازگزار بود رفت درس بخونه بدتر شده بی نماز برگشته. یه روز من یه دوستی رو دعوت کردیم، تعریف کردم من شیعه شدم، گفت اینا رو بنویس. دیدم دادم نوشتم، این موضوع گشت و رسید قم دست یه طلبه بی ترمز، اینم بگرد آقا من برم بلوچستان همین چیرانی رو پیدا کنم. یه طلبه اومده بلوچستان دنبال همین چیرانی میگرده، اومده بود پیش کی؟ پدر خانم من، یکی از امیرای جماعت تبلیغ. آقا خونه همین چیرانی کجاست؟ آدرس بهش میده. یا دیدم یکی در میزنه، طلبه شیعه آوردم تو خونه نشوندم، پشت سرش صدا در اومد. گفتم خانم کی در میزنه؟ گفت کسی نیست. باباش بود، بهش گفت بود چیزی نگو. من با خیال راحت که کسی نیست، منم و مهمانم و خانمم، حالا 2 سال از شیعه بودن من گذشته، تو تقیه من یه بچه 7-8 ماهه دارم. داشتم تعریف میکردم یا این مهمانم زد گفت حمید صدای گریه زن میاد، چه خبری تو خونت؟ من اومدم تو حیاط دیدم مادرم افتاده، رفتم سمت مادر چی شده؟ دیدم به من میگه دست نزن برو کنار نجس برو. مادر چی شده جریان؟ زن داداشم میلرزید بچهش، بگیم به من جریان از چه قراره؟ بعد با هزار لرز گفت بله مولا گفته که تو شیعه شدی دیگه، عقدت با دختر من باطل شده، طلاقت صادره دیگه، این محرم دختر من نیست. من برم دست نوه و دخترم رو بگیرم از خونه این ملحد بگیرم ببرم. گفتم الله اکبر، من برم بگیرم زنم کجاست بچم کجاست؟ اومدم دیدم این نجیب گرفته خانم منو به باد کتک که آقا این ملحد مشرک شیعه شده، حضور تو با این زیر یه سقف همبستری حکم زنا داره. تو چجوری با اینی که الان محرمت نیست توی خونه زندگی کردی مگه خودت شیعه‌ای؟ گرفته بودش به باد کتک، دستش رو پیچونده بود، دستش در رفت، ساری لباسش رو گرفت، لباس بلوچی هندی، اون لباس پاره شد. این نانجیب دید چیزی نداره بگیرتش بیرون، این موهای خانم منو گرفته بود تو دستش رو فرش میکشید. گفتم آقا همون جوری که موها خانم منو گرفته ریشاشو میگیرن. اومدم برم جلو، یادم افتاد گفتم این صحنه تکراریه. اگه من بزرگم آقا امیرالمومنینه، اون داره سنت بزرگش خلیفه دوم رو تکرار میکنه. من اگه میخوام ذمه شیعه بودن بچم رو به عهده بکشم نباید وارد جنگ و جدال بشم، ولی خدا شاهد سوز جگر من از این نبود. ما لحظه فهمیدم با تک تک سلولای بدنم که مولامون چی کشیده. این باباش محرمشه، اونا نامحرم بودن. من میدونستم این با 4 تا مشتل اگر چیزیش نمیشه. اونا حسن و حسین بودن. انقدر کتکش زد بیهوش، ما آمبولانس زنگ زدیم، مادر و خانمو بردن بیمارستان، 1 کلاغ 40 کلاغ همه با خبر. زنگ زد به سران قبیله بیاین آقا. اومدن تعدادی از صوفی و فلان. آقا شیعه شدی؟ بله. این گفت من داییت نیستم، من بابات نیستم، من برادرت نیستم، من داماد. چشم. از خونه برو بیرون. چشم. با خانم رفتیم چند روز خونه یه بنده خدایی بودیم و رفتیم در بنگاه، میگفتیم با خانم، میگفتیم آقا خونه دارید؟ میگفت اینه. نه خونه نداریم. بعضی از صاحبخونه بنگاهی راضی میشدن به ما خونه بدن، صاحب خونه میومد میدید مستاجر، منم میگفت به این خونه نمیدیم. تو شهری که همشون فامیل من بودن، بچه کسی بودم که همه افتخار داشتن بهم سلام بدن. تو شهر خودمون غریب بودیم، ولی خدا شاید سوز جگر من از این نبود. خانمم اومده بود میگفت فهمید گریه من به خاطر این نیست که کتک خوردم. ماشین تخلیه فاضلاب انسانی توالتای مردم خالی کرده، اومده تو حیاط خونه، 3 ماه حیاط خونه رو بوی تعفن با این که میشستیم نمیرفت. ناراحت فوش ناموسی رو در و دیوار مینوشتن، به تیر زدن، شیشه ها رو میشکنن، اینا رو همه تحمل میکنن. ولی این بچه 3 ساله چیکار کرده که وقتی با بچه هاشون بازی میکنه
با اینکه پدر و مادرش طبق سنت آقا رسول الله عقد شدن، این بچه رو حرامزاده خطاب میکنه. نگران نباش. خبر تیراندازی دوم ما به بابات. پدر من تنها کسی بود که جلو من وای نستاد. اومد گفت پسرم من تا حالا مقابلت وای نستادم، یه خواهش ازت دارم. آسایش از خانواده ما رفته، اینا تهدیدت کردن تو کم نیاوردی، پیشنهادهای میلیونی، خونه، ماشین، اقامتهای بهترین کشورها، چیزایی که بهتون بگم باورتون نمیشه که آقا من از شیعه بودن دست بکشم، از تبلیغ شیعه بودن میگفتم نه. بابام گفت که آقا اینا هر تلاشی کردن، الان گفتن که باید تو رو حذف کنن، به امید این که آسایش به خونه ما برگرده، بتونیم یه شب با آسایش خاطر سر رو بالش، صدای زنگ در میاد میگیم خبر مرگ بچه‌مونه، ترس اینی که نوام یتیم شه، عروسم بیوه من آزار میده، تو خدا از اینجا برو. گفتم پدرم چشم، تو بگو بمیر من میمیرم. رفتم ادارمون گفتم آقا من 10 ماه پیش استخدام شدم، درخواست انتقالی به هر کجا شما صلاح بدونید میرم. خندیدن بهم، گفت آقا تو هنوز جوهر استخدامیت خوش نیست، طرف 15 سال داره کار میکنه، انتقالی بین شهر بغل دستی ما نمیتونیم بهش بدیم، تو خارج استانی میخوای؟ 2 تا جمله است میخوام بهتون بگم، 2 تا جمله ای که قول میدم از این به بعد تاثیرش واسهتون به سزا خواهد بود. اینا خندیدن گفتن آقا طرف 15 سال سابقه کار داره، نمیتونیم بهش انتقالی بدیم، اون وقت تو انتقالی میخوای؟ من آقا از اونجا بلند شدم گفتم خانم 260,000 تومن تو جیبمه، این 160 تومن مال تو، این 100 تومن مال من میرم هر جای ایران ساکن شدم میام دنبالت. خانم گریه میکرد میگفت همین تو بری دیگه به دست من نمیای. شهرهای ایران رو داشتم رد میکردم، گفتم میرم تهران ببینم یه آشنایی، یه کاری، یا یه جایی پیدا کردم بتونم یه کاری چیزی دست و پا کنم، بعد زن و بچه‌مو من بیارم. از شهرها که رد می شدم رسیدم قم، دیدم نوشته شهر کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها. گفتم خب الان من چیم برم یه دعایی بکنم، یه زیارتی بکنم؟ من برای اولین بار پا گذاشتم تو یک مکان مقدس شیعه، آداب مناسک زیارت رو یاد گرفتم، رفتم کنار زری دیدم مردم از بیبی میخوان، گفتم خب نوبت منم از بیبی بخوام، بگم بیبی جان یه کار. گفتم بیبی جان یه درخواست دارم، یه دونه انتقالی منو درست کن به هر کجایی که صلاح بدونی، کار دیگه جز پرستاری از دست من بر نمیاد، این تنها راه منبع درآمد منه، شرمنده زن و بچه‌م نشم. دعامو کردم جلو درب 8 تو خیابون ارم، آقای زد رو دوشم پسرم بلوچی؟ گفتم بله. از لباست پیداست. شیعه هستی؟ گفتم شیعه شدم. جدا؟ گفتم بله. رفتیم تو شبستان حضرت امام تعریف کردم، تلفنشو برداشت، آقا چرا به این انتقالی ندادید؟ آقا ما اشتباه کردیم، بگید بره زاهدان تصفیه حساب کنه. تو خود حرم انتقالی من امضا شد، رفتم زاهدان تصفیه حساب. واسه کجا؟ من فکر میکردم بندر عباس، جاهای دور، نمیدونم اون هرمزگان و بوشهر و اونورا. قم همسایگی بیبی تو ذهنم هم خطور نمیکرد. اومدم بیمارستان قم حضور به کار زدم، گفتم مجرد سرا میمان سرا یه سقفی سرپناه جایی ندارین؟ گفتن نه. آقا من اینجا کسی رو ندارم. گفتن نمیشه. رفتم خونه یه طلبه 10-15 روز موندم، دیدم اونم وضعیتش خیلی بد بود، تو بیمارستان میخوابیدن، جایی نبود استعمام کنم لباسام بشونه. بچه‌ها تو بیمارستان میگفتن حمید تو کجایی؟ میگفتم من هتل المپیکم. نمیدونست من تو حرم واسم از هتل المپیکم بهتره. یه روز خانمم زنگ زد گفت حمید بابا من آورده تو خونه خودش، تو رو خدا یه خونه ای چیزی پیدا کن منو فراری بده از اینجا. گفتم چشم. رفتم در بونگاه، گفتم من 1 قرون پول ندارم، ولی تا پروندم بیاد یه مدت طول میکشه، کل این حقوق من مال شما، یه اتاق به من بدید. گفتن نمیشه. گفتم چی؟ رفتم کنار زری بیبی وایسادم، گفتم بیبی جان من گفتم یه درخواست، ولی یه دونه دیگه پیش اومد، یه دونه رو واسم حل کن، یه سرپناهی، من دلتنگ بچه‌مم، پسرمو ببینم. از حرم اومدم بیمارستان شهید بهشتی، داشتم با یکی دیگه صحبت میکردم، آقای از کنار من رد شد، دوباره برگشت گفت که لهجه داری؟ لهجه کجاست؟ آقا این انقدر پیله شد تا من بهش گفتم آقا به این دلیل من انتقال. آقا بوسید گفت من تو برنامه تلویزیونی دارم کار میکنم، شبکه نور قم، تو رو خدا برای فردا تو برنامه تلویزیونی بیا، من دنبال سوژه میگشتم، بیا اونجا صحبت کن. وسط میان برنامه پخش زنده آقا زنگ زده بود، میگفت آقا تو رو خدا گریه میکرد گوشی رو بدین به این مهمانتون. گفتم نکنه بابام بگه اونجا آبرو ما رو بردی، الان رفتی تو تلویزیون آبرو ما رو ببری؟ نرفتم. گفت آقا از قومه.
جواب دادم گفتم آقا اومده بود گریه میکرد میگو نمیگم دلیلش چیه، ولی تو رو خدا یه چیز میخوام بهت بگم، هیچ حرفی رم قبول نمیکنم، بالا خونه من خالیه، تو باید همسایه من بشی. گفتم بذار دست تو ببوسم. گفت چه کاری؟ گفتم آخه هنوز 24 ساعت نیست من بیبی خونه خواستم بهم داده. تو کی هستی که بیبی سر راه من قراره داده؟ زنگ زدم گفتم خانمی بچه رو وردار و بیا، بیبی تو همسایگی حرم، بیاین بیرون حرم رو میبینی، بهم خونه داده بیا. میگو تو هیچی پول نداشتی چجوری؟ گفتم بیا. این خواسته بود بیا، گفته بودن آقا ما اجازه نمیدیم نوه و دختر من برن تو بلاد کفر پیش رافضیا بزرگ شن. کت خدا ریگ سفید بزرگ طایفه از هر رای متوسل شدم ندادن. یه روز یه برنامه ماهواره‌ای داشتن تو شبکه جهانی، این برنامه خیلی بازتاب پیدا کرد. این از عصبانی رفته بود بیچاره دوباره اینو کتک بزنه. از اون خون مادر کتک زده بود پدر خانمم، زده بود وسایلو شکونده بود خوابیده بود. خانمم زنگ زد گریه کنان، میگه همین خدا شاهد دیگه جای سالم تو بدنم نیست، نمیتونی من از دست اینا نجات بدی؟ منم دوباره رفتم حرم کنار زری وایسادم گفتم بیبی جا بو خدا ما آدما گدا صفتیم، وقتی کاسه گداییمون رو میگیریم میریم در خونه یکی، وقتی تو کاسمون چیزی میندازن صاحب خونه حادث خونه یادمون نمیره. من گدای در خونه شما، در خونه ایشکی نمیرم، من زن و بچم هیوا پسرم از شما میخوام. اومدم خونه 7 ساعت بعد ساعت 3 نصف شب خانمم زنگ زده میگه نمیدونم چی شده، بلوچی چی که اجازه نمیده دختر و همسرش روز بدون مرد برن تو خیابون. ساعت 3 نصف شب دست من بچه 2 ساله رو تو خیابون گرفته میگه برید پیش شوهرت، میخوای هر جا بری برو آزادی. گفتم نگران نباش برو فرودگاه، 1 ساعت دیگه پیش منی، 2 ساعت دیگه تا تهران چابهار، بیا خود من. 2 ساعت دیگه پیش من بود. میگم خدا رو شکر صبر کردم، خدا بهم توفیق داد. تو هر خیابونی میرم داد میزنم مولای من آقا امیرالمومنینه، بچه‌مو کنارم دارم. ولی جمله آخر، شما رو قسم میدم به صاحب این مجلس، دلتون به حال منی که عاجزانه ازتون درخواست میکنم بسوزه. سر نمازتون تو دعاتون تو ذکرتون دستتون اومد بالا، بیاد من بیفتید دعا کنید خدا اون روزی رو بیاره که مولا ما بیاد، ولی قبلش پدر و مادر من به ولایت آقا امیرالمومنین ایمان بیارن، به امامت صاحب عصر ارواح اونا فدا شهادت بدن. تنها سوزش جگر من پدر و مادرمه که سر هر نمازشون آرزوی مرگ میکنن که خدایا ما چیکار کردیم همچین بچه ناخلفی به ما دادی. میگه به من زنگ میزنیم که پسرم حق سیدنا عمر میزنتت بترس از عذاب قبر. ما چیکار؟ برگرد توبه کن. میگم مادر چی توبه کنم، چه عشقیه، اونا رو کنارم ببینم. شما رو قسم میدم دعا کنید، اونایی که به من قول میدن دعا کنن واسه پدر و مادر من، با صلواتشون منو خوشحال کنن.